خواهر مؤمن، اینا همش خطاب به توست و به مرد مؤمن تو. چقدر خدا تو رو دوست داره. گفته حجاب نشانه ایمان توست. من از تو ایمان رو دوست دارم، خدا میگه، و حجاب نشانه ایمان توست. پس حجاب تو ایمان است و من حجاب تو رو دوست دارم، چون بندگان مؤمنم رو دوست. اولین فضیلت حجاب این که حجاب اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. من فکر میکنم همین فضیلت برای زن مسلمان کافی است. این که اگر حجاب رو رعایت بکنه از خدا اطاعت کرده و اگر حجاب رو رعایت بکنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت کرده. آیا فضیلتی برای کسی که دنبال فضیلت هست بالاتر از رضای خدا هست و رضای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست؟ اگر خدا و رسول خدا از ما خوشنود باشن چه فضیلتی بالاتر از این هست؟